امروز واقعا همون روز رسید که بعضی صحبت‌های ویرتوالی رو به صحبت حقیقی عوض کنیم و الحمدلله فرصت دست داد و امروز ما و شما میتوانیم کمی آزاد و یک صحبت آراسته باشیم. بسیاری دانشجویان یا اینکه طالب علمان، آنهایی که علم شرعی دارند و علم دنیوی دارند، میگویند که اگر ما صحبتی داشته باشیم شاید بعضی نفران ما را دوست ندارند، شاید در نظر دارند سیاستمداران را یا آنهایی که دین را دوست نمیدارند. هر یک انسان آزاد است و دولت هایی که ما و شما زندگی میکنیم اون دولت هایی که آزاد است. هر کس فکر خودش و اندیشه خودش را میتواند بیان کند. دین مجبوری نیست میگویند و هیچ کس را مجبوری به دین نمیارند. و وظیفه شما چی است و برای چی شما مردم را تعلیم میدید و دعوت میکنید؟ کار زیاد هم نکردیم. بعضی نفرها بلاگر هم گفتن. اما خودتون رو بلاگر میکنید؟ به طور دیم خیلی است که اینترنت، یوتیوب و این وسایل اجتماعی امروز آزاد است. کسی خواهد چی خواهد گفته ایستاده است و میبینید که بسیار مثال بد اخلاقی از همین جهت بسیار پهن شده ایستاده است. جامعه ویران شده ایستاده است، فرزندان ویران شده ایستادند. برای چی ما سهم خود را نگذاریم؟ برای چی مثال یک چیزی که میدانیم پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که یک حدیث را شنیدید از ما رسانید. مقصد ما نیکی رسانیدن، مقصد ما خیر برای مردم، نیکی پهن شود در مردم. اخلاق جوانان امروز میبینید که بسیار ویران شده ایستاده است. جوانان بوجدانه که دیگر سبب‌های هم هست، لیکن مردم از تعلیماتی که اجداد ما، گذشتگان ما مثال برای ما گذاشته رفته بودند از آن آهسته آهسته دور شده ایستادند. برای همین میخواهیم که کمتر باشد هم سهم خود را گذاریم. به سوال درست‌تر اگر واضح‌تر جواب کرده گویم دین که مجبوری نباشد برای چی کار میکنید؟ هدف شما چیست؟ ببینید که وقتی سوره یاسین من تفسیرش میخوندم، در سوره یاسین بسیار قصه عجایب آمده است. خداوند سه پیامبر را نقل میکند، میگوید واضرب لهم مثل الرجلین. میگوید ای پیامبر شما مثال بیارید از قصه یک شهرکی که ما سه پیامبر فرستادیم. اول دو پیامبر فرستادیم، بعد از اون دو پیامبر باز یک پیامبری دیگر فرستادیم. سه پیامبر فرستادیم. در دوام قصه میگوید که وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. از یک چیت شهر یک مردک آمد، از یک چیت شهر سه پیامبر هست در آن شهر، لیکن بازم از یک چیت شهر یک مردک آمد و گفت که ای مردم شما پیرو این پیامبرا باشید. یعنی همون تپیشی که در دل دارد، غمی که در دل دارد، نیکی که میخواهد که برای مردم رساند نماند که و میتوانست گوید که سه پیامبر دعوت کرده ایستادن. خیلی من اینجا چی؟ نه با وجود همین اومد مردم رو به کار خیر به نیکی دعوت کرد. در آخر قصه میگوید که وقتی وفات میکنه ببینید که میگوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. میگوید که بعد وفاتش خداوند حکایه میکند، میگوید که اما مردکی که از یک چیت شهر آمد گفتیم که ای کاش قوم من حالت حاضره من را میفهمیدند و میدانستند. خداوند با سبب همون کار من گناه مرا مغفرت کرد و مرا اکرام کرد، مکرمین از مکرمان گردانید. این بسیار یک فضیلت بزرگ است که خداوند نه هر کس را به این مشرف میگرداند. اما بعضی ها میگوید که یکی از شبکه‌های اجتماعی که دعوت به خوبی میکند، این خیلی کرده گویم دعوت به خوبی میکند، اما میگویند که به توحید دعوت نمیکند و باز هم علاوه میگویند که همون نفران بسیار گپ میزنند اما به توحید به یکتاپرستی دعوت نمیکنند. اگر شما را چنین گویند شما چی میگفتید برایشان؟
تصور کنید که اون چیزی که ما میگوییم مثال از قرآن از حدیث گرفته شده است. آیات های قرآن حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آله. آیا آیات های قرآن حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آله عین توحید نیستند؟ شرط است که من گویم من به توحید دعوت کرده ایستادم یا این درس توحید، این درس عقیده، این فلان، این بیسمدان مثال. هر مسلمان هر یک کارش قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خداوند میگوید که بگو که هر یک کاری من، نماز من، دیگر عبادت های من، زندگی من، حتی مردن من از برای الله است. الله یگانه است. حتی انسان وقتی خوب میکند از برای الله میکند. یعنی ما به توحید دعوت نکنیم، به چی دعوت میکنیم؟ به بت پرستی دعوت میکنیم. نعوذ بالله. قرآن به چی دعوت میکنه؟ تعلیمات قرآن یا سیرت. مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینید هر یک کارشون پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتن میگن خذوا عنی مناسککم یا صلوا کما رأیتمونی اصلی. میگفتن خیلی که من نماز میخونم نماز خونید، وقتی من حج میکنم مرا دیده مناسک حج را، رکنهای حج را از همین اجراهای من، از کارهای من دیده شما تعلیم گیرید. میگفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم. و ببینید که انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم اول چی بودن؟ نمونه بودن. بعضا انسان میتواند که به یگان کلمه به سوی الله دعوت کنه، به یگان کلمه با رفتارش. میگن که مثال مالزی و اندونزی و همون کشورها مسلمان ها با تجارت وقتی تجارت میرن همونجا با رفتار و اخلاق و با معامله نیک مردم همون مالزی و اندونزی اسلام را قبول کردن. عطاالله، هر کسی که در عائله مسلمان به نام مسلمان تولد شده است اما ارکان اسلام را به جا نمیآورند، از روی قرآن و سنت آنها را کی گفتن ممکن است؟ سوال بسیار مهم. یکی از دانشمندان بزرگ محمد غزالی یک جوان میبود، جوان بسیار با حماست میخواد گفته با درونش جوشیده ایستاده است. میگه که شیخ من یک سوال دارم. بعد سوال میتید میگه که حکم بینماز چیست؟ بینماز شما چی میگویید؟ حکم بینماز چیست؟ شیخ میخواد تبسم میکنه آرامانه میگن که حکمش همین است که از دستش گرفته به مسجد بیاری. برای همین امروز وظیفه ما حکم فلانی فلان، حکم بیسمدانی اینش فلان و یش فلان جدا کردن و تقسیم بندی کردن و وظیفه ما این نیست. وظیفه ما همون مردمی که گفته ایستاده همون های آهسته آهسته چنانه که یک کودک مثلا تولد میشه به دنیا میبیه راه گشته نمیتونه، پدر و مادر آرامانه آرامانه همونه گرفته شیناندن اول تعلیم میدهند، آهسته آهسته راه گشتن تعلیم میدهند، طعام خوری تعلیم میدهند، آهسته آهسته کودک همین میبینید که کلام میشن. اگر پدر و مادر عصبانی شود و کودک از همون آوان کودکش جنگ کند و زند چی میشد کودک؟ برای همین آهسته آهسته مردم گرفته مثل همون کودک از دستشون گرفته به سوی دین مبین اسلام آوردن در کار، بردن در کار. برای همین من میخوام که با یک قصه جواب دهم. قصه کوتاه، قصه هم نیستم، شاید مشهور باشه، بسیار شنیدگی هستیم. روز پیامبر صلی الله علیه و آله همراه صحابه در مسجد نشسته بودند و یک اعرابی بادیه نشین آمد. در آمد و مسجد به تصور کنید، مسجد به هم شتگی، صحابه شتگی، پیامبر صلی الله علیه و آله همجا شتگی آمد و همه راست پیشاب کرد. پیشاب کرد در مسجد. در کجا مسجد؟ خیلی نمیتونه داخل، نادان است. وقتی ما نادان دیدیم یک کاری غلط کرد، کاری خطا کرد، وظیفه ما چی است؟ صحابه غضب‌آلود شدن. خیلی تصور کنید مسجد جای مقدس است. بله، جای پاک است. جای چی است؟ در یک نفر پیشاب کنه.
صحابه خسته قریب زدنی شدن که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن شینه پیشو به شکر موندن تا آخر موندن که همون سبک شود. وقتی قضای حاجت کرد پیامبر صلی الله علیه و آله آرامانه گفتن که اینجا مسجد است، اینجا خانه الله است، در اینجا نماز عبادت میکنن، اینجا جای کارهای بعد یا حاجت خانه نیست. که ببینید تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله، ببینید مسلمان باید همین باشد. مسلمان باید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، به سوی الله با حکمت و با موعظه نیک